چند موضوع داره. طاهر زهیر کیست، چگونه وارد رگه‌های سیاسی افغانستان شد و چگونه مطرح شد؟ طاهر زهیر همانند ده ها هزار جوان محروم هزاره از متن محرومیت ها بلند شد، استعدادش و قدرتش داد و او برای نخستین بار به مثابه نماینده مردم در پارلمان را یافت. بعد مدت طولانی به حیث والی بامیان کار کرد تا آمدن گروه طالبان. چون آقای طاهر زهیر یکی از فیگورهای مقاومتگر مردم هزاره ها در تریبیون های مختلفی در زمان ولایتش در بامیان صحبت کرده بود که من می جنگم و با گروه طالبان ایستادگی می کنم. با مو خصوص صحبتهایش 2 سال تمام در گمنامیت مطلق مقاومت کرد. من امروز زمان از طاهر زهیر صحبت می کنم و یا دوستان هزاره از طاهر زهیر صحبت می کنن. همه ما و شما قرضدار طاهر زهیر هستیم. تمام ما و شما قرضدارش هستیم به خاطر از اینکه در زمانی که در کوپایه‌های مختلفی از افغانستان، در بلخاب‌ها، در جاهای مختلفی که مقاومت میکرد، نان نداشت، امکانات برایش وجود نداشت، وضعیت نابهنجار روانی داشت، وضعیت نابهنجار که هر لحظه محکوم به مرگ بود، گاه ما در بحث‌های خودمان در قبالش حرفی نرانده بودیم. مرا بسیار مبارزه 2 سال اخیر طاهر زهیر خیلی خوشم آمد، خاطر از اینکه در کمال بدون لاف، در کمال مسئله خاموشیت مطلق، در کمال مبارزه حقیقی مبارزه کرد. آقای طاهر زهیر متوجه شده بود بچه باسوادی است، فوق لیسانس درس خوانده، نطاق خوب است، سخنران عالی است، کاریزمای بالا دارد، قدرت وارسته‌ای دارد، از شخصیت سازی های مجازی نفرت دارد، از حرکت های مجازی متنفر هست، قهرمان سازی ناقه نمیپذیرد. چی کسی قوی تر از طاهر زهیر در این 2 سال؟ هیچ کسی. اما هیچ وقت ما در قبال چیزی را نشنیدیم. او بسیار با یک پیشینه خوب حرکت کرده. روز ببینین دوستای عزیز، اگر طاهر زهیر با طالب می جنگید 2 سال نه، 2 سال دیگه می جنگید. برای ما مشخص است گروهی که امروز در حرکه قدرت هست با تمام این امکاناتی که در دسترسش هست، با این امکانات میتونه بجنگه و بعد میتونه که به پیش بروه و اگر میجنگید هزاره کشته میشد. مثل که امروز من در صفحه تیک تاک میایم مقاومت پنشیر، مقاومت احمد مسعود، مقاومت کلبی و مقصود، اونجا بچه های پنشیر کشته شده روان هستند. مقاومت اندراب ها، بچه های اندراب کشته شده روان هستند. به نظر من استاد نادری 1 دقیقه، یک وارنینگ آمد به شما آمد یا با ما آمد، دارن امیر دوستا فقط قلب رای کنین، لایک کنین، یک لطف کنین، امی بحث را یک ذره چی کنین، یک لایک کنین، قلب کنین. بفرمایید اگر قطعم شد به هر صورت بفرمایید. خواهش میکنم. زمانی که آقای احمد مسعود یک شعری از آقای مهدی اخوان ثالث است، از تهی سرشار، یعنی سرشار از بی دستاوردی، در نشست ویانا میشه میگه 440 چند نفر ما کشته دادیم که این نشان ماست، افتخار ماست. با 440 چند نفر کشته دادن چی دستاورد دارین ساید؟ هیچ. طاهر زهیر میخواد این 440 چند تا هزاره کشته نشه. طاهر زهیر میخواد که مثل مولانا صاحب مهدی واره یک بار یورش چندین گروهی بالای یک ولسوالی صورت نگیره. طاهر زهیر یکی از شخصیت‌های معاصر پرقدرت و کاریزماتیک جنبش تازه مقاومتگری هزاره هاست. طاهر زهیر ماندگار میشه و قدرتمند ماندگار میشه و بسیار دقیق ماندگار میشه. من بسیار خوش هستم. طاهر زهیر از بین طیف اجتماعی امروز توسل پیدا میکنه با این نظام که این بچه ها همه بیشترشان با تحصیلات عالی برجسته هستند و میفهمند که وضعیت چقدر اساس و وحشتناک بوده و باید چنین کار صورت میگرفت. در غیر از او خودتان بگوین آقای بامیانی، اگر می جنگید چی میشد جز کشتن چند تا هزاره ها؟ حالا امروز ما در داخل شبکه‌های اجتماعی به نام جبهه مقاومت گپ میزنیم، لاف میزنیم، تنها پنشیری و اندرابی کشته شده روان است، کسی دیگری نیست. و طاهر زهیر هم خواست دیگر نقطه نیرنگی برای گروه طالب و یا دیگر گروه های برادران هزاریش نباشد. به این خاطر من این کارش می ستایم. به مثابه یک رهبر جوان دوست دارم. من به مثابه یکی از بچه های سربلند هزاری که داره در تاریخ مبارزات هزاره ها ورق نوینی را برمیگرداند دوستش دارم و برش احترام دارم
و بر مبارزش احترام دارم، بر ایستادگیش و بر هزاره بودنش احترام دارم. استاد نادری، من بسیار ساده میگم اگر لفافه بازی نکنیم، آخه چاره چی هست؟ من میدانم که نادری با این حکومت افراطی اصلا سازگاری نداره. نادری یک جوان سرشار بوده، نستو که در کابل به عنوان یک جوان سرشار زندگی کرده و دوست داره به اصطلاح هر بچه هزاره و تاجیک دوست داره یک حکومت دموکرات داشته باشه. اما امروز چاره چی هست؟ چاره چی هست؟ چه کنیم؟ بگذاریم جوانای ما کشته شود، بگذاریم تجاوز بیشتر از این شود، بگذاریم که باز او آدرس کیا باشن؟ آدرس کیا هستن؟ آدرس یک عده مردمای مخصوصی هستن که خودشان هم در او جنگ شریک نیستن، متاسفانه یا خوشبختانه. امروز استاد زهیر برادرایش 6 ماه استخبارات طالب گرفته بودن، در گروه طالب بود. هیچ بچه هزاره و هیچ رهبر هزاره بر غم نمیخورد. هیچ اونا در استخبارات بودن. ما خودم شخصا با رهبرات تماس شدم، با بچه های رهبرات تماس شدم، گفتم چه کنیم اینا را عالم میتونه؟ گفت برادر طالب زور داره، چیکار کنیم؟ همین زمان هزارگی گفت چیکار کنیم؟ گرفته دیگه. دقیقاً جناب بامیانی صاحب، در زمانی که یکی از جنرال های 5 ستاره قوت های زمینی ما به نام آقای مرادعلی مراد تصویر خود در کشور استرالیا میندازه و یک دستاورد میگه که امروز من لایسنس درایوری ما گرفتم. در چنین روزی طاهر زهیری که تا به هنوز ماشین کلاشینکوف را فید نکرده و دستاش به جز از قلم به چیز آشنا نیست، در کوپایه های مقاومتی ایستادگی میکنه و مبارزه میکنه. به نظر ما در ارجیت کیست؟ آن آدمی که در سینه هایش مدال های مختلفی است و امروز گرفتن لایسنس موتر برای خودش یک چیز بزرگی میپنداره. طاهر زهیر چند معنا داشت حرکتش. طاهر زهیر چند چیزی را در تاریخ مبارزات هزاره ها نوشت. طاهر زهیر یک موضوع بسیار مهمی را یاد کرد، اینکه جاودانگی جریان‌های مبارزه خواهانه ما وجود دارد. اگر من تسلیم می‌شدم 1 سال پیش می‌شدم، 6 ماه پیش می‌شدم. من 2 سال برای نشان دادم که در کوپایه میتونم بجنگم به آن که بچه فیلم خودم بسازم. این نکات مهم است. این چیز مهم است. اینه که هزاره باید بفهمه که زهیر یک خائن نبود. زهیر یک هزاره دوست بود، یک قوم دوست بود و علمی شرایطی هست که زهیر مصلحت دید. زهیر صلحی هم اگر کرد، صلح مصلحتی کرده. آخه بیشتر از این ندارد، توان ندارد، نمیتونه بچه هزاره تاجیک را در کشتن بده، اما هیچ فایده هم ندارد. هیچ به اصلاح موضوع پایانی را که من میخوایم خدمتتان بگویم بامیانی صاحب، او است که خب دوست ارجمند و برادر گرامی، خودت که مثل من در آلمان تحت پوشش همه حمایه های کشوری آلمان هستی و امشب کاسه داختر از آش شده ای و نقد میبندی طاهر زهیر عزیزم، برای نیم ساعت فکر کو که در بلخاب هستی و محکوم به مرگ قطعی. طرف تانک داره، توپ داره، نیرو داره، قدرتمندترین نیرو را داره، 80 میلیارد دلار ماشینری جنگی داره، قول اردوی هوایی داره. نیم ساعت میتونی در چنین جای زندگی بکنی؟ تو از ترس در آلمان کسی را با صدای بلند گپ زدن نمیتونی که ما باید پلیس بگیریم. او جوان 2 سال قد یک گروهی به نام طالب جنگیده که کلگی در مقابلش بگیل کرد. قدرتمندترین مبارزه و طولانی ترین مبارزه را انجام داد. برای طالب نشان داد، برای طالب گفت که ما هستیم پس هستیم، در سرشمان مبارزه هست. و امروز که ما میایم با شما میخوایم صلح بکنیم، این صلحی است که دیگر امتباران ما کشته نشوند. استاد نادری، من یک عکس اینجا براتون میمانم، اگر شما ببینین. این ما با زمانی که تسلیمی آقای زهیر، چون پدر بندم در اون به اصطلاح صلح شریک بودن، من این عکس براتون میمانم. این عکس تسلیمی نیست، این عکس صلح هست. اینجا آقای ببینین دقیقاً اینجا این عکس از مستفیدها و متنفذین ولایت سمنگان، از متنفذین هزاره و از متنفذین قومی در اینجا روان شدن
پیش پای آقای زهیر برایشان خوش آمدگویی گفتن. اتفاقا از وزارت اطلاعات فرهنگ روان کردن که وزارت داخله، امنیت ملی و استخبارات طالبان اینجا هیچ سهیم نبوده. این بسیار گپ کلان است. خب دقیق. آقای سال کنین شما، من چند چیز برای دوستا یادآور میشم. ما یک چیزی را به نام روانشناختی نگاره ها باید بدانیم. روانشناختی نگاره ها به چند چیز میگن. ما یعنی زمانی که دستان جناب بابا مزاری را بسته میبینین، آیا در چشمانش ترسی دیده میشه که هرگز؟ روانشناختی نگاره ها چنین میگن. یک چیز من میخوایم برات بگم. من قشنگترین جمله‌ای که درباره عکس استاد شهید در دنیا دیدم، واژه‌هایی که خودت اونجا به کار بردی، خدا شاهد میگم، خدا را شاهد میگیرم، همی که امو عکس استاد شهید را تعبیر کردی و به واژه برای مردم گفتی. یعنی من قشنگترین جمله حتی از خودت کپی گرفتم، بعضی جاها صحبت میکنم چیزی که حقیقت است، چیزی که حقیقت در این عکس ما یک فرمانده را میبینیم که از نگاه روانی بسیار مستحکم است، ایستاده هست، مال مقاومت گرایانه طاهر زهیر در گردن انداخته که بسیار ساده ای داره و سر بسیار بلند. اینش بسیار مهم است. سر خود مثل یک سرباز مویای خود برداشته و مثل یک قماندان سر بلند. به این معنا که من در حقیقت کاری باش. اگر آقای طاهر زهیر می بود و 6 سال دیگه می جنگید و در پیوند به این جنگ بی فتح دست کم به هزارها جوان سلحشور و سربلند هزاره کشته می شد و می که در اروپا نشستیم به مثابه 1000 و تویی که به مثابه 1000 می شستیم و مثل جبهه مقاومت مرد آمدی و مردانه رفتی و هر شب با کشته شدن یک شب برنامه تراشیدی می گرفتیم. رای حل بود. این یک پرسش است. رای حل این است که به سربلندی تمام طور یک جنای مسلحی که تمام حکومت در دستش است به مثابه یک فرمانده اپوزیسیون مسلح میپذیره و با تو صلح میکنه. این بسیار قدرتمندانه حرکت است. این نشان میده هزارها هم در بطن مقاومت وجود دارن و در حقیقت میایم و به صلح متوسل میشن. بامیانی عزیز، من خیلی خوش شدم، خواستم این پیام برسانم به دوستای ارجمند. من از حضور مرخص میشه، برای من یک تلفن هست. من از اینجا به استاد طاهر زهیر دوست بسیار خوبم که چندین بار قدش مصاحبه‌ای داشتیم، برش مبارکباد میگم. درود بر تو مقاومتگر، درود بر تو رهبر جوان، درود بر تو مرد ایستاده و سلام بر تو بامیانی عزیز. نادری عزیز، من درود فراوان بر